داستانی را الله متعال اینجا ذکر می‌فرماید از چند فرزند یک پدر که پدر صالحی بود و فوت کرد و باغی رو به ارث گذاشت برای فرزندانش. او در این باغش، محصول باغش، همیشه یک سهمی رو برای مساکین و مستضعفان و ایتام در نظر می گرفت. به اونها وصیت کرد که این کار رو بکنید. هنگام برداشت محصول مساکین رو خبر کنید، به اونها بدید از محصول این باغ. اما اینها تصمیم گرفتن این کار رو نکنند و اون حق رو به اونها ندن. اذ اقسموا، قسم خوردن، لیصرمنها مصبحین، که ما میچینیم میوه های باغ رو صبح هنگام، زود میریم، انقدر زود میریم سحر حرکت میکنیم که کسی خبر نشه. ولا یستثنون، و استثناء نکردن از این صحبتشون که میچینیم به استثنای اون مالی که میدیم به مساکین. و یا در تعبیر دیگر ماشاءالله انشاءالله نگفتن میریم اگر خدا بخواهد، و این استثناء رو برای حرفشون قائل نشدن. فطاف علیها طائف، وقتی که اینها تصمیم جدی گرفته بودن که حق مساکین رو ندن، انقدر این نیت اینها بد بود. کسانی که نمیخواهند که حقی به مساکین داده بشه، نمیخواهند که به مسکین کمک بکنن، این صفت انقدر بد است. الله متعال میفهمد انقدر این صفت بد است که اینها هنوز این کار رو انجام نداده عذاب بر اونها نازل شد. فطاف علیها طائف، پس دور زد بر اونها یک عذابی بسیار سخت، من ربک، از طرف پروردگارت، و هم نائمون، در حالی که اونها خواب بودن و هیچ گمارش رو نمیکنن. فاصبحت، اون باغ اونها شد به مانند کالصریم، به مانند شبی تاریک. همه اون باغ سوخت و به مانند باغی که تمام آنچه که دارد رو بریده باشن و چیده باشن، همه چی از بین رفت. فتنادوا مصبحین، اینا تازه از خواب بیدار شدن و خبر ندارن از حال باغشون که چه برای سر او در آمده. فتنادوا مصبحین، همدیگر رو ندا کردن صبح هنگام. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، که حرکت بکنید، زود خارج بشید از خانه خود برای چیدن اموالتون اگر میخواهید که این کار رو زود انجام بدید. فانطلقوا و هم یتخافتون، اونها حرکت کردن در حالی که با هم دیگه پچ پچ میکردن، مخفیانه صحبت میکردن در بین مسیر. الا یدخلنها الیوم علیکم مسکین، به هم دیگه میگفتن که هرگز امروز مسکینی رو اجازه ندید که بر شما وارد بشه در این باغ، به این معنا که امروز هیچ مسکینی رو حق نخواهیم داد و از مالی که داریم به هیچ مسکینی نخواهیم بخشید. و غدوا علی حرد قادرین، اونها صبح هنگام به این وقت، صبح در بامداد، حرکت کردن به این تصور که قادر خواهند بود جلوی مساکین رو بگیرند و مساکین رو راه نخواهند داد. با این کارشون به باغشون به سهمی به اونها نخواهند داد. فلما رأوها، وقتی که آمدن و دیدند باغ خود رو، آمدن الان تصمیم قطعی گرفتن که حق نخواهیم داد به مساکین. فلما رأوها، وقتی که باغ خود رو دیدن، قالوا انا لضالون، ما گفتن راه رو گم کردیم، اینجا باغ ما نیست. آنچه که میدیدن باور نمیکردن، فکر کردن اشتباه آمدن، مسیر رو گم کردن. بعد که کمی با خود تفکر کردن، این طرف اون طرف رو نگاه کردن که این باغ همون باغ اونهاست، این باغ همون باغ است. بل نحن محرومون، گفتن نه، گمراه نشدیم، ما راه بیراهه نرفتیم، راه رو گم نکردیم. بل نحن محرومون، ما محروم شدیم از نعمت الله متعال به خاطر نیت بدی که داشتیم. محروم شدن، چقدر انسانهایی که محروم شدن از آنچه که در مسیر زندگی اونها قرار داشت، به خاطر این که نمیخواستن به مساکین حقی بدن، به مستضعفین حقی بدن، به کسانی که نیازمندن حقی بدن. قال اوسطهم، یکی از اونها که بهتر از دیگران بود، منصفتر از دیگران بود، گفت الم اقل لکم، مگر من به شما نگفتم لولا تسبحون، چرا تسبیح الله متعال رو نمیگید، چرا به تقدیس و تحمید الله متعال مشغول نمیشید و دست بر نمیدارید از این نیت شوم، چرا بیاد الله متعال نیستید و الله متعال رو راضی نمی کنید. من نگفتم که این کار رو نکنید، مگر نگفتم بگید ان شاء الله، مگر نگفتم که شما الله متعال رو فراموش نکنید. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، گفتن که پاک و منزه است پروردگار ما ظلم کردیم به خود. اینها بعد از اینکه
باغ اونها از بین رفت، به اشتباه خود پی بردن و اعتراف کردن به اشتباه خود. گفتن ربنا انا كنا ظالمین، بار الله ما ظلم کردیم به خود با آن نیت شومی که داشتیم. فاقبل بعضهم علی بعض یتلومون، برخی از اینها رو کردن به سمت یکدیگر، شروع کردن به ملامت هم دیگر. این اون رو ملامت میکرد و اون این رو ملامت میکرد و این اون رو ملامت میکرد، همدیگر رو ملامت میکردن. که میگفت تو مقصر هستی، اون میگفت تو مقصر هستی. قالوا یا ویلنا، گفتن وای بر ما، انا كنا طاغین، ما طغیان کردیم، از اون حدی که باید میگذشتیم گذشتیم، از اون حدی که نباید میگذشتیم گذشتیم و طغیان کردیم و گناه بزرگی مرتکب شدیم. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها، امید است که الله متعال برای ما جایگزین نماید بهتر از این باغ رو. چشمشون به باغ است و همه چیز سوخته و از بین رفته و این باغ تا دوباره بخواد باغی بشه زمان طولانی لازم است. اما ناامید نیستن از رحمت الله متعال. به اشتباه خود پی بردن، اشتباه کردن اما به اشتباه خود معترف شدن، با امید این رو داشتن که الله متعال دوباره به اونها کمک بکنه. عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، باشد که الله متعال از ما درگذر بشود و بهتر از این رو به ما ببخشد که ما به سوی الله متعال رغبت کننده ایم و حرکت کردیم، توبه کردیم و بازگشتیم. کذلک العذاب، عذاب الله متعال این گونه است، این گونه الله متعال عذاب خود رو خواهد فرستاد. ولعذاب الاخرة اکبر لو كانوا یعلمون، عذاب آخرت دردناکتر است، سخت‌تر است اگر آنها می‌دانستند. الله متعال در بیان ذکر داستان اینها نکته بسیار مهمی رو برای ما و شما ذکر میکنه. اینها حتی اون نیتشون رو عملی هم نکردند. حکایت مسکین، حکایت فقیر، حکایت تعامل با کسی که نیازمند است انقدر حساس هست، انقدر مهم است که حتی نیت شوم و نیت بد در تعامل با اونها هم این گونه عذاب الهی رو در بر خواهد داشت. از صحبت اینها با یکدیگر در پایان داستان مشخصه که اینها انسانهای کافری نبودند، اینها انسانهایی بودند که الله را می شناختند و توبه کردند و گفتند ان شاء الله الله تعالی بهتر از این را به ما بدهد، ما انا الی ربنا راغبون، ما به سوی الله متعال رغبت میکنیم و برمیگردیم. همه اینها نشان از این داره که اینها فقط نیت بدی داشتند. مسکین، چقدر از مسکین ها و فقیرهایی هستند که ما و شما به اونها بی توجهی کردیم، از کنار اونها گذر کردیم، در زندگیمان، در خانوادهمان، در فامیلمان، در خویشاوندانمان، در محلهمان، در بین دوستان و به اونها توجه نکردیم و چه میدانیم که این بی توجهی های ما چه بلاهایی که سر ما نیاورده و احیانا خبر نداریم. خیلی وقتها وقتی که پنهانکاری میکنیم تا فلانی خبر نشه، میگیم اگر این کار رو بکنیم این اتفاق بیفته، خبر نشه فلانی که از ما چیزی طلب نکنیم، پولمون رو مخفی بکنیم، آنچه که داشتیم درآمدمون رو مخفی بکنیم. الله متعال از ما نخواسته که همه رو علنی بکنیم، اما بین ما و الله متعال نیت‌های ما مهمه. الله تعالی با نیت اینها اونها رو مجازات کرد و مؤاخذه کرد. این نیت رو دوست نداشت. الله متعال میخواد که قلب ما پاک باشه، نیت‌های قلبی ما پاک باشه. یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اگر الله تعالی در قلب تو خیر بیابد به تو خیر خواهد داد و اگر در قلب ما شر باشه مثل این داستان به ما شر خواهد آمد و الله متعال ما رو مؤاخذه خواهد کرد. عبادت قلب بسیار مهم است و نیت ما بسیار مهم است. نیت کنیم که به مساکین، که به فقرا، که به نیازمندان کمک بکنیم هر چقدر میتونیم. علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف، کسی که دستش باز بیشتر، کسی که دستش بند کمتر، هر چقدر برگ سبزی تحفه درویش. و اینه که در نیت‌های خودمون این رو داشته باشیم که تا میتوانیم کمک بکنیم. اینطور نباشه که بدمون بیاد از مسکین، از فقیر نیت داشتن هم، نیت دادن هم نداشته باشیم. این قلب رو باید دریادل باشیم، باز کنیم. آنچه که ما میبخشیم الله متعال به ما داده و ما بکن من نعمت فمن الله. نترسیم از این که دوباره الله متعال به ما نخواهد داد، هرگز این گونه نیست. نترسیم از این که فقر به سراغ ما بیاد. الشیطان یعیدکم الفقر،
این شیطان است که ما رو وعده به فقر میده. دست به جیب کردیم دنبال پولهای خورد مرده و ریزه ریزه و پولهایی که کسی نمیگیره در بازار و دنبال اون نگردیم. وقتی که میخوایم معامله بکنیم با الله متعال، صدقه بکنیم، از فقر نترسیم، از آینده نترسیم، به الله متعال اعتماد بکنیم، مسکین رو از خود نرانیم. عبادت صدقه دادن به مساکین بسیار ارزشمند است، بسیار عبادت بزرگی است. حتی نیت ضرر رساندن به اونها جرم است.